بسم الله الرحمن الرحیم. محسن عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب همه شما بخیر. انشاءالله که در هر کجایی که باشین در کنار خانواده یا دور از خانواده بهتروز، تندرست، صحتمند و خوشحال و خوشوقت بوده باشین. یک بازم خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های درسی مضمون فاینانشال لیترسی. این شب در خدمت شما هستیم و درس ما در ادامه آخرین فصلی از پارت سوم است. فصلی که شما ایران در کارنر در نزدیکی ها نویسنده نوشته کرد که چیزایی که شما با روبرو هستین، چیزایی که میخوانین در نزدیکی های شماست، با مواجه هستین در نزدیکی ها. و این فصلی که خواندیم همه میفهمیم. میرسیم شب به فصل آخری از پارت که بحثش چی است. اگر کسی مطالعه کرده باشد به یاد شماست که فصل starting a family، شروع خانواده. حالا که شما دیگه بخشای فاینانشیال مدیریت کردین فهمیدین، حالا امروز میریم سری شروع خانواده. آیا استارت خانواده یک مصرف داره؟ خب یک چیزی که در این کتاب نیست نظر در رسم و رواج افغانستان، فرهنگ افغانستان، موضوع مصارف ازدواج است. مصارف خلاصه افغانیش مصارف عروسی است، مصارف تو است که بسیار مصارف هنگفت است و این مصارف را برابری با مصارف موتر، پایین‌تر از مصارف خانه و حتی بلندتر از مصارف موتر ما شما داریم. چون در دنیای بیرون چنین چیزی نیست، مصرف نداره، بسیار پایین است. در حد یک مهمانی تیر میشه عروسیشان، به خاطر در علم مالی نیاورده. اگر نویسنده از یک افغانی می بود حتما موضوع عروسی مصارف عروسی را شریک میکرد. خب ولی ببینیم که این شامل کدام بحث میشه، کدام موارد را شریک کرده. اول فاینانشال امپکت، تاثیر مالی. تاثیر مالی چی؟ تاثیر مالی شروع خانواده، داشتن خانواده کدام تاثیرات داره، شامل کدام بخش میشه. بحث اول children major long term cost. وقتی صاحب دیگه حالی صاحب یک ماشاءالله صاحب یک فرزند شدی، خدا همه شما را کسایی که داره نگاه کنه فرزند داشته، کسایی که نداره به برسانه. صاحب فرزند شدن، صاحب اولاد شدن، این دیگه از خود یک مصرف اضافی داره، مصرف مراقبت داره. از شروع رفتن دکتر، رفتن دوران حمل مادر، رفتن به شفاخانه، رفتن پیش دکتر، مراقبت های دوران بارداری گرفته تا به دنیا آمدن طفل و بعد شروع مصارفی که بعدا متقبل میشه خانواده. اینجا budget must adjust immediately. اینجا فوراً دیگه شما درآمدتان، شما پولتان، نحوه مصرفتان یک بار دیگه باید بازنگری کنید. خاطر که شما یک مصرف اضافی سر شما میاد، فرزند آمد، با اینجا باید اینجا پولتان ده مراقب مصرفتان باشین در امور فرزندداری. بلا فاصله فوراً شما به این فکر کنین که حالا چطور این مصرف از کجا باید طرح کنیم، از کجا باید کم کنیم تا در بخش کلان کردن فرزند و مصرف برسانیم. یک مصرف دیگه ایه که سر خانواده میاد و خانواده به متوجه باشه، یا به اصطلاح دیگه شما هم صندوق اضطراری برای آماده کنه. حتی بعضی خانواده علاقمند است که سیوینگ اکاونت به مزی اولادش به دنیا میاد، برای یک حساب پسنداز باز میکنه و پول دی میندازه. و اگر یک بچه که اکثرا نصفشو میکنه این پول ده، خب از یک طرف ما شما الحمدلله باور داریم که هر کسی به دنیا میاد خداوند به نحوی هر انسان که به دنیا میاد مصارف از رو پیش پای سنجیده روزی از رو میرسانه. باز هم در از نگاه علمی مدیریت مالی شما باید پولتون از یک بخش دیگه کم کنین، از تفریحتون بزنین، از پسندازهایتان کم کنین، از مصارف‌های اضطراریتان کم کنین، از بخش بیارین و در وقت شرایطی که هایتان ثابت باشه. مثلا کارمند یک دولت هستین، کارمند شرکت هستین، دائم یک وقت عاید دارین، در اون صورت از این بخش باید هایتان کم کنین بیارین به سوی کلان کردن فرزند و مصارفی که در کلان کردن یک فرزند شما متقبل میشین. خب ما درس پیش میبریم. بازم کسی علاقمند بود خیلی خوش داشت که سلایدها رو تشریح کنه، بهشان واضح بود، باز دستبال کنه، بهشان وقت میتیم تشریح کنه. خیلی خوب، آقای هاشمی میخواد تشریح کنه این سلاید، یا اگه پرسانی داره دستبال کنه آقای بلال هاشمی. سلام علیکم و رحمت الله خدمت استاد محترم و سایر همصنفای محترم. خداتون جور حتما باشین. میخواستم استاد میره تشریح کنم. درست است.
بفرمایید. منظور از این سلایدی است که امو طفل وقت در خانواده میآید مصارف ایره که متقبل میشه خانواده و چی رقم ما باید سنجش بکنیم. بله. مثلا گفته child birth cost، یعنی امو هزینه های به خاطر تولد طفل. در قدم اول medical bills، یعنی امو هزینه های پزشکی و دکتری به اصطلاح. منظور از امو مسئله به دنیا آمدن طفل هستن، مسئله قبلا معایناتی که مثلا مادر میکنه، بعد از او باز مسئله عملیات مادر یا مثلا به شکل طبیعی می باشه یا سیزارین می باشه، هر کدام از اینا امو مصارف خود داره که باید به نظر گرفته شده. بعد از او باز گفته که هاسپیتال استیز، منظور از این است که امو وقتی که طفل به دنیا می طبیعی است که او به دکتر نیاز می داشته باشه، خود مادر به دکتر نیاز می داشته باشه که امو هزینه هایی که بعد از اینکه طفل به دنیا میاد او باید والدین مد نظر بگیره و ایره محاسبه بودجه خود داشته باشه. بعد از او در قدم سوم گفته که insurance coverage gaps، منظور از این است که در وقتی که ما میخوایم بیمه بکنیم بعضی شگاف های می باشه که ما در بیمه او را مد نظر گرفتن نمیتونیم یا محدود می باشه. یعنی منظور از امو شگاف هایی که از توسط بیمه کاور شده نمیتونه، که بعضی هزینه هایی است که نمیتونه که بیمه به شکل کلی کاور بکنه که این رو ما باید به شکل یعنی چیزی که به اصطلاح در نظر داشته باشیم که مصارف هم هست. بله، تشکر آقای هاشمی. بعد از دست آقای خیری هم بالا بود، شما می‌خواستین تشریح کنین یا کدام سوال داشتین؟ تشکر استاد، من می‌خواستم تشریح کنم، شما باز برام صنفی ما وقت دادین، ما باز پس هم خاموش شدیم. درسته. و خانم نیلا وزیری هم شما می‌خواستین تشریح کنین، درسته؟ دست شما بالاست. بله استاد جان، سلاید بعدی رو می‌خواستم تشریح کنم. درست. این سلاید همونطور که آقای هاشمی گفت خلاصه تر میشیم. مدیکال بیلز، همون مصارفی که یک مادر قبل از ولادت، در جریان ولادت و بودنش در یک مدت شفاخانه متقبل میشه. همه ما شما با این سر کار داریم. یک مصرف است، متوجه ازی باشیم چگونه مصرف میشه، چطور باید این مصارف کم کنیم، به چه اندازه توجه داشته باشیم، بودن زیاد شفاخانه هاسپیتالیستی چه مدت شفاخانه میمونه. و از همه مهمتر در دنیای بیرون که در افغانستان کم داریم، انشورنس از بیمه است. بیمه ها ممکن که کل مصارف دوران زایمان را یا مراقبت یک مادر در دوران حمل و ولادت در بر نگیره. ممکن یک بخشش در بر بگیره، یک بخش متوجه خود شما باشه. مثلا ممکن 80% شرکتی که بیمه کرده او پرداخت کنه، 20% دیگه شما از جیب پرداخت کنید. مراقبت های از او چطور یک شرکت خوب پیدا کنین، چی بخش رو باید شامل بیمه بسازین، از کدام بخشا میترسین که پولش هنگفت خود کدام بخشایش برای خودش آسان است. یک نظم میخواد، مدیریت میخواد که شما میدونین خوبتر مدیریت کنین و مصارفتون کاهش بدین. خیلی خوب. و سلاید بعدی را میسپاریم به خانم گرچه نوبت از آقای خیری خیر است. خانم عظیمی. درست است جان، تشکر. خب میایم در موارد و گزینه هایی که اینجا داده. هزینه های مراقبت از درباره تحصیلشان می باشه که هزینه های مراقبت روزانه، البته در اینجا گزینه اولش است که شامل هزینه های مراقبت و نگهداری در رابطه با کودکان میشه که این هزینه ها را باید مد نظر بگیره که شامل امو تغذیه یا فعالیت های آموزشی و همچنان نظافت و دیگه مراقبت هایی که مربوط به کودک میشه مد نظر بگیره. و دیگه مورد دومش در رابطه با لوازم مدرسه ممکن است که مثلا اینا مکتب میرن، هزینه هایی که در لباس اینا و یا ای که قرطاسیه که میگیم کتابچه قلم اینا ضرورت دارن، هزینه های زیر باید در نظر بگیرن. و دیگه یک برنامه به خاطر پسنداز داشته باشن. البته پسنداز در رابطه با همون دانشگاه یا پانتون که میرن در آینده و قسمی که خودتون گفتین یک صندوق پسنداز اینا ایجاد کنن به خاطر تحصیلات دانشگاه و پانتون کودکان خود، کتابتان به شکل بهتر در آینده اینا تحصیل کنند. بله، خیلی خوب. تشکر از خانم عظیمی. این بخش بسیار واضح بود. یک خوبی چی است که سلایدها بسیار از متن‌های طولانی خلاصه شده، بسیار به جمله کوتاه کل مفاهیم گرفته میشه. چایلد کیر ادویکیشن، مصارف تحصیل از کودک، دوران تحصیلش از مراقبت‌های روزانه گرفته
از کودکستان. شما مصرف کودکستان هم دارین. مصرف اول میگه مصرف نگهداری از مدت دخانه خیلی آیا مادر خودش مراقبت میکنه، از پدر مراقبت میکنه در بیرون از افغانستان باشه، یا یک کسی را به اصطلاح افغانیش خاله میارین در خانه مراقبت میکنه از طفل مصرف دار اکسپنس داره، و یا که در کودکستان طفل کودکستان نگهداری میشه، از بزرگتر شد مکتب میره، مصارف مکتب، وسایلی که در مکتب ضرورت داره، اینا یک مصرف از سر خانواده متوجه از دو باشه و رو باید تنظیم و برنامه‌ریزی کنه که از کجا به دست میاره، به شکل از کجا باید کم کنه، ببخشی مصارف مکتبی به اولاد به مصرف برسانه. و کالج سیوینگ پلان بسیار مهم است. شما در هر روز یک 50 افغانی را به حساب پسنداز بچه تا نگاه کنیم، ببینید که بعد از 18 سال که وارد پانتون میشه چقدر پول داره. شما روزانه 20 افغانی، روزانه 50 افغانی، روزانه 10 افغانی مادر برای پسرش به پسنداز نگاه کنه، در سن نزدیکی یا به پانتون میرسه، پانتون باید به پول شخصی بخونه، بسیار پول کلانی است و میتونه در مصارف عمده از یک پسر خود پوشش بده. است بسیار گپ خوب است اگر ما افغانان این کار کنیم، خیلی به صورت پیش دستی یک مصرف کلان همیشه خوردیم، ذخیره کردیم، پولش داریم و ترسی از مصرف در وارد شدن پانتونی پسر نداریم. این بسیار گپ خوب است. و میریم طرف اسلاید بعدی. خب آقای حیدر شما میشنید با هم باز اسلاید تشریح میکنیم. تشکر استاد، سلامت باشین. قسمی که به مسلسل تعریف ها و تشریحات همصنفی های ما شما که توضیح تشریح کردیم در ارتباط به پلان فاندی است که ما وقتی که اطفال می داشته باشیم مصارفات ما در سطح خانواده شروع میشه و مصرف وقتی شروع میشه که از زمانی که طفل عطا به دنیا میاد یا اینکه طفل در رحم مادر میپاید، از وقت مصرف شروع میشه که ما به حیث یک انسان او فرزندان میکنه و نظر به یک انسان نیازمندی ها داره و نیازمندی های ازی مربوط میشه بر پدر مادر و پدر مادر مکلفیت داره تا ایده برآورده بسازه. در ارتباط با چیزایی که همصنفی عزیزم ارائه کردن میلاب جان، در اینجا بخش سلایدی که برای من رسیده هاوزینگ نیت است. این وقتی که ما بعض چیزهای دیگه که برای طفل از لحاظ مصارفات قرطاسیه و سفر و درس مکتب، تیوشن فیس که در مکتب اگه ما میمونیم برای شک تیوشن فیس پرداخت میکنیم، اینیال در داخل خانه هم نیاز بر ازی داره که باید ما جای مد نظر بگیریم. نمیشه که هرچند که متاسفانه در افغانستان در یک خانه تمام اطفال خواب میکنن، تمام یک جای هستن، نظر به مشکلات اقتصادی که داریم، ولی که از لحاظ اساسی در نظر گرفته شده باید برای اطفال هم امو بستر خوابش، جایش، یعنی خودش مصرف از وقتی اتاق نیاز داره، لارج اسپیس ریکوایر، یعنی نیاز به یک جای کلان بزرگتر است که ما برای اطفال باید مد نظر بگیریم و داشته باشیم که او یک الماری نیاز داره، کتابای خود باید بونه، یک تخت خواب نیاز داره که باید داشته باشه، استراحت بکنه، خوابش، همه اجناسی که طفل نیاز داره ضرورت داره تا سامان و وسایل بازیش برش مشخص باشه. پس نیاز به یک جای بزرگتر است که باید ما بیره مد نظر بگیریم برای اطفال که هم مصرف است، ولی که باید در پلان خود داشته باشیم. و چنان در ارتباط با نیبرهود هم ما باید مد نظر بگیریم وقتی در جایی که اطفال بازی میکنن، همسایه هایی که ما در کنار خود داریم که ما باید تاثیرات منفی بگذاریم بر بالای اطفال، اینا باید مد نظر بگیریم که از این مسئول باشن، چون اطفالی که زیر سن 18 هستند زودتر تاثیرگذار هستند، تاثیرات مثبت منفی جامعه بالای از یا اتفاق میفته، چی در مکتب باشه، چی در کودکستان باشه، چی در کورس باشه. با خاطر ما باید متوجه باشیم که اطفال ما زیر تاثیر همسایه ها یا همنشینایش هست که نروه. ما باید یک تجربه میشه قسم بکنم وقتی ما تدریس میکردیم در یکی از مکاتب‌های لیسه، یک بچه بسیار خاموش جمع تمیشم بود. ما علت از این میگفتیم که بچه چرا خاموش است؟ پس دیدیم که یک تعداد یا از باجگیری میکنن، حقگیری میکنن، این به نحوی زیر شکنجه و تاثیر خود گرفتن. ما باز دانستیم از این لوگیری بکنیم. یعنی پدر مادر هم امی مسئولیت داره که باید این از لازم که در چهار اطرافش کسایی که از محفوظ داشته باشه. و دیگه بعد از طالب این طفل اگر ما به شکل بسیار هم تو همه چیز باردوش خود پدر مادر بونیم، این طفل هم بسیار یک طفل تنبل بار میاد. نیاز بر ازی است که ما این رایستایسا با کار پرتیم، یعنی کارهایی که در خانواده صورت میگیره یا فرض مثال از خرید از خرید جنس از بازار، یک طفل جرأت نداره که بره یک کیلو گوشت بخره یا یک کالا بخره، اینا میره پدر مادر که میگه اساس ما باید بر ازی واگذار کنیم. آیا یوتیلایز، یعنی ما از این استفاده کرده بریم ماشتای ستایی که در جامعه قدم ارزندان بکنه و آماده باشه برای جامعه به خاطر دیل و معاملات خود و به خاطر حضور امور زندگی خود. بله، تشکر آقای خیری، خیلی خوب تشریح کردین. نیازمندی به خانه وقتی طفل به دنیا میاد تبلیغ میشه، نیازمندی خانه بیشتر میشه. درسته آقای عباسی، اسلاید بعدی رو شما میسپاریم، اما ایرا یک مرور دیگه به ادامه گفته آقای خیری. یا آقای عباسی کدام سوال داریم؟ سلام استاد.
درسی بعدی را منتشر کنیم. درست. دمی قسمت لارج اسپیس ریکوایر دیگه بسیار قشنگ تشریح کرد آقای خیری که یک خانه جدا کار است و میز کار داره و الماری کار داره، وسایل مکتب خود اونجا بگذاره نیاز داره، دیگه وسایل خواب جدا کار داره، وسایل غذایی جدا کار داره، همه اینا بسیار خوب تشریح کرد. بعد سیور نیبرهود ای از آقای عباسی هم گفت اصلا وقتی شما صاحب فرزند میشون هی کوشش میکنین که طفلتون در یک جای امن باشه، خانه‌تون امکان داره حتی تغییر موقعیت بده با داشتن طفل. مثلا در شهر جایی که بیروبار مردم است، روز بایسیکل است، روز موتورسیکل میره، قراز امکان حتی گم شدن طفل میره، اختطاف است، از جاها شما فرار میکنین میرین یک جای زندگی میکنین که بسیار امنه. از حال خاص فکر شما جمع شما به طرف کار میرین، طفل شما دو ساعت از خانه میبره، بیرون از خانه میبره و ساعت امنیت شما مطمئن هستید اتفاق پیش نمیاد. این بسیار مهم است جای زندگی کنین که برای سیف باشه و محل برای زندگی و طفلتون و همسایه ها مشکل ایجاد نکنه. بغیر از ندیه از نگاه ای که فرهنگی و همسایه و محله چه قسم است، بچه‌تون اصلاح افغانیش به تربیت بارنه، با کسایی با سر کار داشته باشن، جای باید زندگی کنین، بچه‌تون باید دوران کودکی رو بگذارونه که مردم با فرهنگ باشه، با اخلاق شهری باشه، با رفتار خوبه و اصلاح از همسایه‌ها، از رفیق‌ها، از همقطارای خود، همسن سالای خود یاد بگیره و تو جای باشه. اگر جایی باشه که اونجا مردم دزدی باشه، بی‌بندوباری باشه، چیزایی باشه که ما با فرهنگ‌ها و عادت‌ها خوشمون نمیاد، پس اونجا باید زندگی نکنیم، اونجا خانه نداشته باشیم. خانه خود جای انتخاب بدیم که از فرهنگ مردم، از رفتار مردم، از امن بودن محل، از چیزا مطمئن باشیم. و هایر یوتیلیتیز یعنی که شما وقتی صاحب فرزند میشید کل مصارف عمومی تون بالا میره. هدفش مصارف عمومی است که زیاد میشه، بالاتر میشه. مثلا برقتون زیاد میشه، مصرف گازتون زیاد میشه، مصرف آبتون در جایی که آب شما استفاده میکنید و باید پول بپردازین اونجا زیاد میشه. یعنی که در شهر کابل رواج است بین مردم وقتی شما در خانه زندگی میکنین در بلاک باز میگه که مصارف چی سری نفر، مصارف آب سری نفر، مصارف برق سری نفر، پس معنی از اینکه طفل به دنیا اومده مصارف از بالا رفت. مصارف حولی باشه تعداد طفل اعضای خانواده زیاد شه، مصارف فاضلاب زیاد میشه، مصارف زباله و اشغالی زیاد میشه. اینا مصارف دیگه که با آمدن طفل متوجه باشیم که این مصارف های دیگه شاید در افغانستان با شما در قصه مصارف نباشیم، اما دنیای دیگه بسیار گپای کلان است و بسیار مصارف بزرگ و در نظر میگیره، مخصوصا که عواید یک نواخت باشه. و اسلاید در خدمت آقای عباسی work life balance. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما استاد محترم و همصنفای گرامی. work life balance فکر کنم به معنای تعادل در زندگی است. dual incomes with one parent at home. این میگه اگر والدین هر دویش مسئولیتی در مصارف خانه به عهده ایشان است و شاگرد است، مجبور است یکیش وقتی تیتل به دنیا میاد ممکن دو نفر کار کنه، ممکن یک نفر کار کنه. بله. آره. یکیش در خانه بمانه تا که از طفل مراقبت کنه، طفل نیازمند خودش رستگی شود، تربیتش. دیگه قسمت دومیش flexible schedule and family life. یک تقسیم کد انعطاف پذیر بسازه به خاطر که فامیل از خانه خارج میشه. مثلا اگه پدر از خانه خارج میشه، سر کار میره، وظیفه میره، مادر در خانه بمانه، از طفل مراقبت کنه، و یا که مادر میره پدر بمانه در خانه. و یک تقسیم کد منظم بسازه تا که در طفل هم رستگی شوه و نیازهایش برآورده شوه، منظم تر باشه. تشکر آقای عباسی. سلاید موضوع بود work life balance، یعنی شما تعادل ایجاد میکنید بین کار و زندگی. در کجا تعادل ایجاد میشه؟ چی تغییرات میاد با داشتن یک طفل؟ double incomes and one parent at home. یا دو ارزیتون به مثل سابق به سر کار میرین، درآمد دارین، تا اینکه نه، ولی مجبور میشین که یکتون خانه بشین، یکتون سر کار برین. در دنیای بیرون باز فرق نیست، امکان داره که مرد پدر خانه بشینه، راحت باشه، هر دو توافق میرسه، زن بیرون کار کنه یا معاشش خوبتر است، یا کاری مرد سخت است، خسته از خانه مزوکه کنار طفل خوش است، به یک شکل اگر در خانه باشه که میگه برو مرد چی به طفل متوجه بودن طرف طفل مرد وظیفه‌اش آید آوردن است. اما دنیای دیگه باز قسم نیست، کسایی که کتاب نوشته کرده و در جای زندگی میکنه که زن مرد میتونه کار کنه
به خاطر خانم نیلام عظیمی هم لایک ران کرد که میتونه مرد خانه بشینه و زن بره هایت بیاره، سگاهیت خودتر باشه، کاری ساده تر و راحت تر باشه. و بعد flexible schedules and family leaves، شما دمو جاب بنفید هم خوانده بودین. شما وقتی یک جاب رو انتخاب میکنین، وظیفه انتخاب میکنین، چی خوبی ها چی مزایای باید داشته باشه. اینجور مزایا به درد میخوره. flexible schedule family leave کدامتون طوری کارتون تنظیم میکنین که پیش از ظهر یک تن بعد از ظهر دیگه تن، یا طوری تنظیم میکنین که در یک هفته یک تن کار میکنین، هفته بعدی لیو گرفتین، در یک هفته مادر کار میکنه پدر به خانه است، در یک هفته پدر کار میکنه مادر به خانه است. یعنی اسکیجول کارتون به این شکل جور میکنین و انعطاف پذیر باشه. و جاب بنفید هم یک از خوبیاش علمی است. کار رو در نظر میگیرین که رخصتی داشته باشین برای رسیدگی به امور فرزندتون طفلتون برایتون آسان باشه. این خوبی رو داشته باشین. پس وقتی این حالت این کارا حتما از درآمد شما کم میشه، مشکلی پیش میاد، یا دبل اینکمز باشه، هر دویتون کار میکنین، خاله به خانه میگیرین، یعنی موضوعی باشه متوجه باشین خاله از خود کرایه کار داره و مراقبت‌های دیگه کار داره، ممکن خاله درست رسیدگی نتونه، متوجه باشین. اما بحث ما و شما بیشتر بحث مالی است. مسائل مالی رو متوجه هستیم که چقدر زاید مکم میشه، چطور باید تنظیم کنیم، کدامش بنفع است، در کدامش تاثیر مالی کمتری متوجه ماست یا زیر بار مالی کمتری میشه. و بعد سلاید دیگه کسی دیگه هم بود که آقای دوباره آقای هاشمی دست بالا کرده، میگه سوالی داره یا میخواد سلاید تشریح کنه؟ نخیر نیست، میخواستم سلاید تشریح کنم. با هم باز تشریح میکنیم. بفرمایید. درسته. منظور از این سلایدی است که برنامه‌ریزی به خاطر دارایی و بیمه منظورش است، یعنی انشورنس، بیمه and estate planning و بیمه و برنامه‌ریزی به خاطر دارایی. منظور از این سلایدی است که به خاطر از اینکه ما وقت تشکیل خانواده میتیم بعضی پلان‌های غیر منتظره باید ما در نظر بگیریم که چیزایی است که باید ما در زندگی آینده بوده مد نظر بگیریم. در قدم اول گفته life and disability insurance، بیمه عمر و همچنان بیمه از کار افتادگی، که این دو نوع بیمه را باید ما مد نظر بگیریم. در قدم اول عمر خود به اصطلاح بیمه صحی دیگه مد نظر بگیریم که ما وقتی وفات میکنیم یا مثلا پدر یا مادر وفات میکنه امو بیمهش به اصطلاح جایگزین شود. و دیگه که disability insurance که امو مسئله بیمه از کار افتادگی است. طبعا وقتی که یک شخص یک مدت وقت چند سال را کار میکنه و امو توانایی و امو ظرفیتش پایین میاد و به طرف تقاعد داده میشه. به خاطر از او در کشورهای دیگه همین مسئله بیمه از کار افتادگی هم در قوانینشان هست و این مد نظر میگیرن، یا که مثلا کدام مریضی حالش میشه یک مشکل ایجاد میشه برشان کار کردن نمیتونن، بعد بیمه باز میشه که امور هم مسائلشون کاور بکنن. که این مسائل بیمه البته در افغانستان قدر زیاد عام نیست و زیاد مردم توجه نمیکنن دیگه، در کشورهای دیگه زیادتر مهم است برشان. و مسئله دیگه writing a will، منظور از این تنظیم یا نوشته کردن وصیت‌نامه است که وقتی که البته این منظورش فرهنگ غربی است که وقتی که کسی وفات میکنه باید قبل وصیت‌نامه نوشته بکنه، به خاطر که کدام جنجال بین امو به اصطلاح اولاداش جنجال قانونی ایجاد نشه. که البته در کشور ما مسئله چیز است میراث هست که در شریعت اسلامی او را تعیین کرده بدون از اینکه او را مشخص بکنه و تعیین شدگی است و کدام مشکل ایجاد نمیشه. با مسئله وصیت هم در فرهنگ ما چیز است که به اصطلاح اختیاری است و میتونه که یک شخص یک سوم از مال خود را وصیت بکنه، از اون بیشتر نمیتونه، که در فرهنگ‌های دیگه فرق میکنه این مسائل. و مسئله دیگه گفته که guardianship planning، منظور از این پلان‌های برنامه‌ریزی برای سرپرستی هستند. یعنی مهمترین بخشی است که وقتی که یکی از والدین یا پدر یا مادر فوت میکنه یا هر دوش فوت میکنه، یک کس باشه که سرپرستی از این بله. بله. تشکر آقای هاشمی، بسیار خوب تشریح کردید با جزئیات. موضوع اینشورنس استیت پلنینگ بود، بیمه و مسائل دارایی یا ارثی که به بچه‌ها و فرزندان واقع میمونه. همونطور که آقای هاشمی گفت لایف اینستابیلیتی اینشورنس، بیمه عمر و کدام مشکلاتی که برای نفر پیش میاد، مثلا پای درد میشه،
از کار میفته، دیگه چشمش کار نمیکنه. یک مشکل دیگه متوجه میشه که یه آدم در اثر حوادث دیگه کار نمیتونه. بعد حالا در قسمت موضوع طفل پیش میاد که امور رو پیش بگیره. باید پولی قبلا داشته باشه، قبلا باید غمز خورده شده باشه. اگر پدرش یا مادرش فوت میکنه هم غمز بهش خورده شده باشه و اگر اینا از کار میفته دیگه توانایی کار نداره، معلولیت پیدا میکنه، یا باید از طریق بیمه قرض خورده شده باشه که در هر دوی شده کشورهای بیرون تحت بیمه است، هم بیمه عمر هم بیمه دیسابیلیتی. رایجینگ اول همونطور که آقای هاشمی گفت، البته در ما در خارج بیشتر جستجو نکردم، در همونطور که اینجا آمده حتما وجود داره، اما در کشور ما و شما وجود داره وصیت‌نامه. اکثر پدرها یک خط نوشته میکنه، یک چیزایی را بر علیه مسائل شریعت، یک چیزایی لحاظ میکنه، ممکن مثلا به پسر کلان خود یک بخشی اضافی داشته باشه، یا ممکن یک دختری خود تحت یک شفقت علیه قرار بده، یعنی وصیت‌نامه ممکن بکنه، یا مثلا چطور باید یک بخش از ارث چطور باید تقسیم شه غیر از مسائل شرعی. اکثر یک وصیت‌نامه ممکن که خیلی مسائل قانونی نباشه، اما مسائل اخلاقی است. سلام میگه که این چیزا با شما پدر وصیت کرده بود، پس مطابق همزو باید کار کنیم. یعنی پول فلان جای گفت به مصرف برسان، درست است که با یک مقدار ارث یا دارایی به فرزندان میمونه، اما یک مقدار خودش میگه که این رو به فلان بخش خیریه مصرف کنیم، این رو به فلان فقیر بدین، یعنی به کار شود. باز اولادا به خاطر احترامی به پدر، احترام به وصیت، ممکنه پول را دو بخش مصرف کنه، یا چگونگی مصرفی در افغانستان هم داریم. یا تعیین سرپرستی، یک والدین فوت شده، گاردینشیپ نیاز است، فلان زیر باید داشته باشیم که اینا بعد از این طفل کی پیش میبره. پدر پیر شده، مادر پیر شده، دیگه کار نمیتونه، رسیدگی نمیکنه، یک کسی باید سرپرستی رو زیر دوش بگیره. اون نیازی به پول داره، نیازی به معاش داره، یا سهمیه رو در امور فایننس در نظر گرفته باشه. و موضوع دیگه پرسونالیتی چالنجز. یک نفر تازه پیوست به گروپ کی بود؟ آقای کریمزایی بود کی بود؟ آیا سهم میگیره به تشریح این سلاید؟ اگر نه پیش میرم خیر. این بخش چالش های شخصیتی است. هر انسانی از خود یک نوع رفتار داره نسبت به اولادش. push family into lifestyle inflation. این خیلی امکان داره یه آدم درایور است، مردمای درایور، هدف موضوع درایور است. یه آدم، این نوع انسان ممکن که خیلی تجملگرا باشه، بسیار مصرف کنه، در بخش تجمل مصرف شده این بخش بیشتر باشه. یک کسی که این نوع شخصیت رو داشته باشه، هی برای پسر چیز خوب بخره، بیا روی پسر موتر خوب بخریم، حالا بسای پسر شده خانه خوب بخریم، یا بیا موتورسیکل خوب برای پسر بخریم، بایسکل خوب بخریم، کارهای فیشنی و لباسای خوب بخریم، مصارف بالاتر. این ممکن یه گپ باشه در قسمت آدمای درایورز. در قسمت آدمای ایمیبل، این آدم‌ها چیکار میکنن؟ تصمیم گیری از withdraw financial choice بسیار سخت است. struggle tough financial choice. این تصمیم گیری برای از یا بسیار مشکل است. نمیتونه که یک خوب تصمیم بگیره، دو دل است. آدمای ضعف داره به اصطلاح تصمیم گیری. به خاطر میشه با رفیقا، از رفیقا نظر میگیره، با میگه کلا چیکار نکنم، با یادم میگم چیکار نکنم. در زندگی برشن دشواره. آیا خانه بخره نخره، موتور بخره نخره، ایره فلان مکتب رو کار نکنه، به فلان مکتب چگونه است، خارج آن کنه درس بخونه، داخل آن کنه درس بخونه. تمام موارد پیش میاد. انالیتیکس، این آدم همیشه موضوع تحلیلگراست، هی چارجاری بشه فکر میکنه، همه موارد بررسی میکنه، از بس که برنامه‌ریزی میکنه، اوور پلان های زیاد میسنجه. ممکن که خانواده را بسیار تحت فشار، استرس فامیلی لایف، ممکن خانواده را بسیار تحت فشار بده. این کارو کنیم کلی تصمیم گرفته این کارشه، نه که سبب تصمیم تغییر میکنه که نه والا این کارو نکنیم این مشکل تو باشه. میرم ما بازم یک روش فکر کنیم، خانواده در سرگرمی قرار میده، تحت فشار قرار میده. این نوع شخصیتی است، کسی که دنبال تحلیل زیاد است، کسی آدم‌های مهربانی میبل دو دله و تصمیم گیری سریع نمیتونه، آدم‌های درایورز یا دیگه بسیار تجملگراست، بسیار مصرفی است. باشه اسکرین نداشته باشه، باشه موتوری نداشته باشه، باشه لباس نداشته باشه، بایک نداشته باشه، کامپیوتری خوب داشته باشه. مسائل در نظر میگیرم. و سلاید بعدی، long term stability و ثبات بلند مدت. چطور زندگی ما در بلند مدت با ثبات باشه؟ کار باید بکنیم save for future goals. برای اهداف آیندهتان پس انداز خوب داشته باشین، نیازی به تشریح بیشتر نیست.
پریورتایز اولویت بندی هلت سکیوریتی در بخش امنیتی کد کانتون که چطور زندگی امن داشته. ما که امنیت میگیم تنها این نیست که کسی را از نگاه جانی داشته مثلا و امنیتی مالی نیاز داره، امنیت روحی نیاز داره و امنیت جاری نیاز داره. و رشد برنامه‌ریزی کنیم که اقتصاد آینده خوب باشه، درس خوب خوانده باشه، تخصص خوب پیدا کرده باشه تا فردا وظیفه خوب بگیره، تا فردا خود زندگی خود بچلانه. در یک جای امن باید کلان کنیم، محیط خوب باید کلان شود، در فرهنگ خوب باید بزرگ شود، آدمی بیکار و لاوبالی بسرانه بار و maintain couples financial health. در کنار از سلامتی زوجین و پدر و مادر هم بسیار مهم است. او را باید در نظر داشته باشیم که اینی مصارف والدین پیر شده، این مصارف مربوط والدین در دوران بازنشستگی خود، پدر و مادر پیر شده دوران بازنشستگی خود باید چه مراقبت های کار داره، چقدر پول اینا به درد طفل میخوره یا چقدر برای که طفل یک وقت به اصطلاح سن پیری میرسه از امیالی برای یک برنامه‌ریزی داشته باشیم که مسائل کمک میکنه تا استرس مالی رو به اصطلاح کم کنه، پایین بیاره. از این بر کسی سوالی داشت، نظری داشت در خدمت. ختم درس امشب ما شما تشکر از توجهتان، تشکر از هر مهمتر سهمگیریتان که هر شب سهم میگیرید و موضوع را تشریح میکنید. ما از همه یک جان تشکر. کسی پرسانی داشته باشه، گپی داشته باشه، نظری داشته باشه در خدمت. بعد در کسایی که تازه جوین شدین از شما خواهش میکنیم که در شب دیگه کسایی که پروژه جور کرده بود پروژه تان را درست تنظیم کنین. شب دیگه دفاع پروژه شماست و باید از پروژه خود دفاع کنه، ببینیم که چی جور کردین، از زبان خود شما باید بشنویم. او کسی گفته ای نداره. شب همه شما خوش، خداحافظی همه را به الله حق میسپارم. بخیر و بهروز باشین. الله مبارک.